ساکنان این کلبه که همگی 7 متر مربع برای استقامت دارد تا 2 هفته پیش به شرایط خود سازش می‌کردند. این مکرونه همی سال نو وردگی مکرونه خدا برکت بیته ما وردن کودکورا ایقا. بدرالدین 67 ساله سرما خورد و فریاد خدیجه برای حفظ جان همسرش بلند شد. بمرت کمینه هر روز پرتوست است پول ندارم که برم لیچه نکنم. بدرالدین از قرغیزهای جیرگاتول است که 23 سال پیش برای زندگی خوب به دهه حیات نوی شهری باختر به نزد پدرش کوچید. بعد خسر من خشتمان مرد حیوان بود زد تبرکلوز شد مرد این مرد که کتل شده دیگه اون بعد بچه‌ها جوی نکرد اما کی کلونش های کرد اما کی کلونش اختم خود شد. با 5 فرزند در بدر شدند و سال 2013 در این گوشه این ساختمان را به کرایه گرفتند و به زندگی فقیرانه خود آغاز کردند. تاش هم پستگی اکای جون امی تخته نو کردیم با لیلون کردن آوردن چکیدن ام قیامتی و لیلون هم دیردگی تاش علامت شمول میدریه. خدیجه میگوید چند بار به مقامات مراجعت کردند مشکلشون حل نشد. آدم‌ها زمین نمی‌تی آخر می بچه‌م این خدمت اومد من بچه‌م برای زمین می‌تیم گفت زمینش هم بدرک. گاه‌ها به سبب این نرسیدن جای خدیجه با دخترش در بیرون می‌خوابد. این همی جوگوام الان جای پگویی همجرا چی کردیم با جوگوام گرفتیم اونجا رفتیم توارا مای. افشک که ما هر روز قطعی ما زندگی بینه. نیگاره میگوید در بیرون میخوابد چون که از موش‌های خانه میترسد. این جام موش داره هر روز خش میرم موشا را میخوره. این عائله برای کم بیزاد بودن از حکومت 100 سومانی کمک میگیرد. برای رفع دیگر احتیاجات گاه‌ها ساکنان دهه یاری میرسانند. فرزند بزرگشان را با امید برای کار به روسیه فرستادند. به خدیجه گفتند که آنجا بیمار شده است و توانایی کار کردن ندارد. بچه ما هی کردم که براده ایراستی کار که بچه میاد سمروی کده و تاریکی نکنم خودم جلوتر دارم هیچ نمیخورم. ای پگویستی باور کنی دیروز میشه هیچ نخوردم یا او دشمنگیر خودستم نمیداره. وقتی بدرالدین بیمار نبود از اینجا و آنجا برای روزگار چیزی می آورد. حالا خدیجه نمیداند چی کند. آدم‌ها تهنه نخونه نداره در نداره میگم چیکار کنم. من چه اوان ندارم که یوردم کنه. چیکار کنم زمین سخت اسمم بلنده. به خانه سوری با هیچ که نگاه نمی پسند نمیکنه. یوسف این بار با پول آخرین یک رولتون خریده است. میگوید آن را برای پدرش آورد. میخواهد او از بستر بیماری زودتر برخیزد و مادرش در این گیرودارها تنها نماند.